من و شما را پروردگار رب العزت در سوره تحریم تأکید میکنه. خود پروردگار موعظه داره. الله جل جلال چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. پروردگار رب العزت بر من و شما خطاب داره. اهل ایمان من و شما هستیم. ایمان ها اندکم که باشه الحمدلله که هست. ایمان های ضعیف هم که باشه هست. الحمدلله. دعوا داریم که ما مسلمان هستیم، به خدا ایمان داریم. پروردگار میگه نجات در دست خود شما دادم من. این جسدهای نازک و این نفسهای ضعیف از آتش سوزان دوزخ نجات بتین. نفس خود توانش نجات داده، اهلتا و اهلیکم، یعنی که زن و فرزنداتا نجات بکنه آتش دوزخ، یعنی که تربیت کن. با ذات اقدس خداوند شناس کن، خدا را دوست بداره. و مثل یک مرد میگه در مملکت سعودی، این هم شرکی واقعی، شرکی اقتصادی واقعی اینا. الله جل جلال با پیغمبرش امر میکنه که قصص هر کجا که صحبت میکنی به امتات قصه ها رو زیادتر بگو. انسان به آیات و بیدار نمیشه، به حدیث و بیدار نمیشه، چون که اکثر معنای آیات و حدیث نمیفهمن، قصه بیدار میکنن. قصص قصه بگوشانه، از قصه های انبیاء پیش، اقوام پیش بگو، حکایت کن. این برادر سعودی حکایت میکنه، میگه ما تربیت دروس بود. میگه نماز خفتن بود، میگه من طهارت کردم. اینم بچه که 7 ساله داشته، واقعا میشه دیگه در حمام کشوده. میگه بچه میگه تماشا داره، میگه من طهارت کردم، طهارت کامل. برای آمده میگه خوشبویی کردم، میگه سر شانه کردم، میگه لباسای سنتی رو پوشیدم، خواستم نماز خفتن برم. میگه پیش رحمم میکل گرفت. او کجا پدر؟ کجا؟ تو میگه از مسجد بگم دنبال من میگیرم. این یکی اگه چیز دیگه بگم شب آخر کجا برم؟ تو میگه بچه جان خداوند مرا دعوت کرده، من خانه خدا میرم. همین چه نمیگه، میگه در بلا رو شوم دیگه. اون خانه خدا گفت، میگه بله تو کجا نمیری؟ صبر کن منم همراهت میام. هر چند دیگه گفتم تاریک فلان، گفت نه خانه خدا که باشه منم میرم. به من یک اونجا نمیری. گریه و فغان برداشت. میگه گفتم خیلی سعودی دیر نکنیم. دوان داخل حموم شد، میگه طهارت کرد، میگه نیستی من طهارت کرد، میگه آمد کرته های سنتی رو پوشید، میگه لباسای دراز، میگه سر شانه کرد تا آخر در سر من آمد، میگه دست من گرفت رفتیم پدر. میگه وقتی برو آمدم کوچه ده، گفت میگه پدر جان خانه خدا میریم؟ گفت میگه بله بچم. گفت با خداوند میبینیم، خداوند متعال میبینیم؟ گفت میگه ان شاء الله که میبینیم، ناامید نباش بچم، چرا ان شاء الله که میبینیم. میگه چنان خوشحال شد، میگه از شادی پریده رفتن میگه همین کفلک دست قبلگی هم که باشه یک مسئله که او را خوشحال کنه، میگه هم پریده میان، میگه پریده رفتن میگه. رفتیم مسجد داخل شدیم، داخل مسجد شد، میگه تماشا کرد مسجد اطراف شد، میگه داخل مسجد تماشا کرد. گفت پدر همینه خانه خدا؟ گفت میگه بله بچه جان همینه خانه خدا. گفت پس خداوند کجا ده که من ببینم؟ پس کجا ده این مردم همه شیشتن بیکار، خداوند کجا ده ببینیمش؟ میگه بچه جان خداوند ما دیگه دیده نمیکنیم. این خانه خدا، خانه رمزی خداوند، اینجا عبادت میکنیم، نماز میخونیم، بعد خداوند در جنت میبینیم. روز قیامت اگر ما اینجا عبادت کردیم، اینجا زیاد آمدیم اهل مسجد شدیم، واقعا خداوند ما را جنت میبره. در جنت به دیدارش ما را چی مشرف میگردن، دیدارش نصیب میگردن. میگفت نه این نمیشه میکنیم، من میخوام حاضر ببینم. من به خاطر دیدار پروردگار آمدم، تا خدا را نبینم من جای نمیرم. میگه دو فیقان بردار، چنان میگه مسجد بازار برجت کردی. میگه همین حالت میگه خامد گفته شد. گفتم بچه جان خب کن که اینجا نماز مردم در خلال میرسانی، دیگر خداوند غضب میکنه و دیدار شما و تو نشانه نمیدید. و بیا نماز بخونیم و مصلحت میکنیم. میگه بعدش وقتی میگه صرف یکم دو جا گرفته، میگه چنان با آداب ایستاد،
وقتی امام الله اکبر میگه ما دست به گوش بردیم همه میگه تفلک هم خوب میگه دست به گوش. امام میگه قرائتاش تمام کرد میگه وقتی سجده رفت میگه تفلک هم رفت همراه با سجده. لیکن ما از سجده وقتی کسی از سجده یکم میگه در سجده یکم ما. در سجده یکم ما. میگه نماز تمام شد فرض خواندیم سنت و هر کسی هر چی میخواد میگه خواند میگه دعا و فاتحه ها تمام شد میگه تفلک هنوز در سجده یکمه. تمام به مسجد اومدن پدر سرزنش کردن که آخرین تفلک بود بین داد و فغان و در نماز مردم خلل شد و با این نبین که خوابش برد. آخر وقتی خوابش به انصاف پدر رسید کجا آوازی همین را دارم نیمه شب آخر میمونده خواب میکرد وقتی ساعت خواب شد باز هم میخواد پیشاب کنه این قالین کلان کای برو رو چیزونه ایرا توزه کنه که همه به نماز میکنه اگه پدر کدام نتیجه رو که شرح میگه دنبال میگیری هیچ چی نگفت سر خم میگه آمد به یکی فرزند نشسته و گفت بچه جان یکی نماز تمام شد که بریم خانه بریم گفت خانه در خواب میکنیم وقتی جمعان که این تفلکی که تربیه خوب گفته بود و عشق خدا که در قلبش بود میگه دیدار پروردگار و گریه و ناله به خاطر دیدار پروردگار بود خدا خود متعال او را ناامید نکنه میگه در اون سجده یکی میگه رو به دیدار خدا همون سجده یکی میگه گفت من تا خدا رو نمیدم جایی نمیرم خداوند او را ناامید نکرد گیری به دیدار خودش میرسد که تو دیدار میخواهی یا امروز دیدار برای نصیب میکنی تفلکارا میشه تربیت کنیم و تربیت کنیم وظیفه هر کدام من و شما تربیت فرزند میگه رحم الله الوالدان رحم الله الوالدان اعانا ابنهما على البر ولعن الله الوالدان اعانا ابنهما على العقوق. امروز بعضی پدرها مادرها از فرزندها نالند فرزندها عاق شدند شدت که پدر به مادر عاق بگه فرزند بگه عاقت کرده نیست و مجرد یک قلبی پدر مادر شکستنش و مجرد یک اوف گفتنش عاق میشه تمام اعمالش برباد میره و فرزنده لیک سبب کش در این پدر و مادر که تربیه خوب نکردن میگه که در لعنت خدا گرفتار هستن پدر و مادری که فرزنداشون در سینی پیران سالگی خود شد آخر پدر و آخر مادر شدن و پدر و مادری که فرزند تربیت کرده تا نیستن که فرزند در ایام پیریشون خدمت کرد و دعای نیکشون گیری در رحمت خدا هستن. ما از فرزندا فقط مینالیم لیکن نمیگیم که کدام حق فرزند به جا آوردیم من و شما کدام حق فرزند به جا آوردیم من و شما کدام حرف قرآن و تعلیم دادیم من و شما زمان پیش موسفیدا کمپیرکای پیش در بیراهاشون در گیرد صندلی میشیناندن میگفتن بچه جان در زبانو چی داری در بینی چی داری در سرو چی داری در دستو چی داری و گفتن میگه در زبان کلمه شهادت دارم در مشام در بینی بوی جنت دارم امروز هیچی ها نیست از بین رفت هیچی ها از بین رفت در یک وقت یک جاشتگی بودیم یک برادری که از چند سال کلانه والله علم 3 یا 4 سال کلان باشه نمیدونم اینو بینید که به خاطری که بی تربیت ما و بابای قاری گفتم لبای یکم لبای این نزدیکی خود مونه اکنون نمیگم مرکب نزدیکه بابای قاری نمیخواد مجلس کلان اشتگیم بسوریم گفتم لبای یکم چی گفت گفت میگن همه حجای چیای میری کو نگاه کنیم مسلمان آخه مسلمان فرزند مسلمان در خانه مسلمان به دنیا آمده همونجا بری یک فورتشکه بوده یک خانه شد سر پیش میکنی اگر بنده نیکبخت باشی حضرت محمد که میگه زیارت میکنه حجر الاسود میگه بوسیدنش میگه طواف میگه در اون جا دیگه اگر که بنده نیکبخت نباشی همون حضرت محمد که صلی الله علیه و سلام نمیکنه مرحوم دادار من زنده حیات بود گفت اکا همه برای خودت نرو گفت چی باید؟ گفت تو گناهت بسیاره گفت ساعت پیش کرده اگر مویش رو بخواه گفت روز دوزخ میکشده دیگه کلانت کرد میشه بعد اینو مصفان شد گفت تو نامختلت بسیاره گفت تو هر کارو میکنی گفت تو نرو که همین خیل گفت هم مویش رو تو گفت رو بید پریچاس کرده کاری گفت هم مویش رو خوزه میزانه گفت هم میکشیم روز دوزخ نمیپرسه نرو تو
بگه همه یک کلمه ای که به شوخی بود که اون تاثیر کرد الحمدلله که نماز خونه هم بچه با هم وقتا را همه چی دور بود میگه حجای چیه خونه خدای چیه میگن فورتوچکا میگه در کلاتا پیش میکنیم ببین تو چه اندازه را ما از اسلام از خدا دور هستیم لیکن دعوای مسلمانی داریم چون که او در خونه تربیه را ندید بیچاره او مسکین بود همون پدر تعلیم نداد همون مادر تعلیم نداد همون برادری کلام بود مثل در خونه بگم بابا بود عمک بود توا بود تعلیم نداد برای یک درجه علف چقدر پسرا رو ما خمچکشب میکنیم گوشتاب میکنیم برای یک بوز منای پودا دیر کرد چقدر اونا رو سیاست میکنیم حقارت میکنیم خمچکشب میکنیم لیک هی من و شما رسول معظم اسلام در سن 10 سالگیش اگر بچه دفتر نماز نخوانه تأدیب کن یگان خمچه که بزن یک گوشت تا بوده که چی بود ترک نماز کردیم کدام ما شما ایره کردیم کدام من شما این کار کردیم از سن 7 سالگیش با خداوند شناس کن با پیغمبر شناس کن در نماز قائم بگردان شد میگه موزیک بوده که ایره چی آخر نماز ایره چی فلان امکان هست وقتی در 7 سالگیش نکرد 10 سالگیش نکرد وقتی 20 ساله شد اون دیگه شهوتش جوش میزنه شهوتش جوش میزنه باید تمام این فتنه دنیا را دیده میخواد نماز بخونه میخواد روزه میگیره نه خیلی خینه دیگه الا من رحم ربی مگر همونه که پروردگار نصیب گردانه اکثری دیگه جوان خود دفتر خاکستر قبول نداره دیگه قبول نداره دیگه اگر دختره که از روز اولش سطر پوش کردی سطر دوست میداره سطر دوست میداره لیکن میره بعد شوهر کنیش بعد مادر شدن رو مال بند میگه دمو میگیره نمیشونم کی اکه این خواهرای امروزه را در قشلاق شد یکان جنازه در خش تبار شد من جنازه در خاندان خودش در مال سفیدم تو پرتایا امی تو میپرتایا پیش برش کشاده نمیپیچونه تربیت کنیم تشریح کنیم من و شما تا که در لعنت خدا گرفتار نشویم نماز شیخونه که من شما دارم رحم الله میگه والدان اعان ابنهما على البر در رحمت خدا هستن پدر و مادری که تروالیستن که تربیت درست کنن فرزندان که در ایام پیریشان آماده خدمت میکنن در ایام پیریشان آماده خدمت میکنن این گونه با تربیه ها شود این گونه تربیه ها شود وگرنه اون پسر و دختر برای جانی من و شما میشه در این دنیا که میشه و خداوند متعال میگه بر من و شما که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم زنهای شما فرزندان شما دشمنای جان شما هستند حذر باشید چگونه شرط نیست که ما را زهر بتیم بکشن و کورچه بزنن ریزه کنن این نیست روز قیامت آدم گریبان میخفن میگن خدایا همین پدر بود یا همسرا میگن می شوهر بود که برای تمام چیز دنیا مرا حقارت و دشنام کرد و تحقیر کرد و زد لیکن یک بار برای نماز مرا یگان نصیحتی نکرد خدایا امروز که تقدیر من دوزخ باشه پدر من از من چقدر خدمت کنه چون که حق مرا نآورد حق مرا به جا نآورد در جنازه ها حق الله و حق العباد میپرسیم این همه حق العبادوش تربیت نکرد مرا تعلیم اسلام نکرد تعلیم قرآن نکرد خدا من ترا به سبب پدر نشناختم من همین سبب من ترا نشناختم از تو دور شدم